خسته نباشین. سلام. من یه چالشی دارم راجع به هویت ما. یه سوالیه. میخواین تو چالش هم شرکت کنید؟ بله بفرمایید. خب شما ایرانی هستین یا پارسی؟ ایرانی. خب شما ایرانی هستین درسته؟ ولی ما میلیون ها ریستارتی پارسی هستیم و خواهان برپایی امپراتوری کوروش به پادشاهی سید محمد حسینی هستیم. نظر شما چیه راجع به این؟ هر کس خودش یه نظری داره. حالا ما خود ایرانی هستیم، یه بعضی هم میلیون ها نفر پارسی هستن، درسته؟ پارسی هستن اینا و بعد هر کس راه خوش. درسته. هر کس با راه خوش میخواد ایرانی هستی. حالا افتخار هم میکنه که ایرانی هستی. درسته. در آخر هم میگم ماگا یعنی آمریکا را دوباره بزرگ کنین و میگا و ایران را دوباره بزرگ کنین و به عظمت برسانین ان شاء الله. اگر هم دوست داشتین به جمع ما ریستارت میلیون ها ریستارتی بپیوندید. یا حق. آقا خسته نباشید. مخلص. یه چالش داریم. یه سواله. شما خودت ایرانی میدونی یا پارسی؟ چرا؟ اصلا پارسی. اصالتی کوروشو و دوست داری کشور دوباره بشه امپراتوری پارس؟ از ایران در بیاد بشه امپراتوری پارس. خب آقا زنده باد. میگا ماگا ما ایرانی نیستیم، ما همه پارسیم، مخصوصا به چابختی هایی. آقا مرسی. زنده باد ریستارت. شاکریم. خداحافظ. سلام حاج آقا. خسته نباشید. حاج آقا یه سوال داشتم ازت. بفرمایید. آیا شما ایرانی هستین یا پارسی؟ ایمان. بله. ما ایرانی هستیم یا پارسی هستیم؟ والا چه ایرانی اصلش فارسی هست. آفرین. اصل اینجا فارسی. پارسی. فارسی. ایران یعنی کشوری که ازمون تجزیه کردن و از 6 جهت از سرزمینامون جدا کردن. ولی سرزمین پارس یعنی امپراتوری پارس، یعنی برگردوندن سرزمین‌های جدا شده به کشورمون. بله. و رسوندن اون به اوج شکوه و اقتدار. خدا قوت. خیلی ممنون. مخلصیم. خدا. هشتگ میگا، هشتگ ماگا. زنده باد ریستارت، زنده باد اپوزیسیون میلیونی ریستارت. ببخشید ما ایرانی هستیم یا پارسی هستیم؟ مرسی. ما میخوایم ایران رو ریستارت کنیم. مرسی شرکت کردید. آقا شما ایرانی هستی یا پارسی هستی؟ فقط پارسیه دیگه اونم. مرسی. زنده باد ریستارت. مرسی.